خبر تو خبر این هفته رو آغاز میکنیم با بهمن بحران‌ها که همینجوری داره قل میخوره و صیدلی رو هم با خودش قل میده. یکی از این بحران‌ها نگرانی صیدلی برای عبور کشتی شکسته نظامش از گردابی به نام انتخاباته. خرچنگ نظام برای عبور از این خطر این راهکار رو ارائه میده. دوباره در آستانه انتخابات به نظر میرسه که میخوان عرض اندام کنند. حماسه حضور را به فضل خدا دوباره باید تکرار کرد. راهبرد دشمن در این انتخابات فضای سرد انتخاباتی است. علی‌رغم این راهبرد ما باید به فضل خدا حماسه 9 دی را در 12 اسفند به فضل خدا بیافرینیم. اما این بار مشکل صیدلی اینه که هم دلش حماسه حضور میخواد و هم حذف باند رقیب که برای این کار باید دم خیلی‌ها رو با رد صلاحیت بچینه. اینجاست که کاندیداهای ولایت مدار تلاش میکنن توی این سگ دعوا با دم تکون دادن و هاپ هاپ کردن یه قلاده‌ای برای خودشون دست و پا کنن. حالا برای اینکه به دموکراتیک بودن این انتخابات و اهمیت رأی مردم در این نظام ایمان بیارید، به نظرگاه بنیانگذار این نظام یعنی امام گور به گور توجه کنید. امام یه وقت آمد صحبت کرد و آخرش گفت اگه همه مردم یک طرف بایستن من بفهمم وظیفه یک طرفه، اگه همه مردم یک طرف بایستن من این طرف وای میستم. ما با تعارف با کسی نداریم، جلوی تمام مردم وای میستم، چه برسه به بقیه. اما ترس بیشتر صیدلی توی این سرفصل از گر گرفتن آتیش دوباره قیامه که تحت عنوان فتنه ازش یاد میکنن. به همین دلیل در کنار تبلیغ شرکت در انتخابات، برنامه‌های خیلی موثری هم برای جلوگیری از شرکت مردم در فتنه روی آنتن میبرن. شما میدید فتنه یعنی چی؟ تشخیص فتنه خیلی مشکله. برای تشخیص امور فتنه هم همینطور. ما ولی فقیه داریم. در زمان فتنه با توجه به اینکه هر شخصی که فکر میکنه واقعا از عهده اینکه تشخیص بده اون فتنه منشأش چی بوده و آیا اون فتنه به حق و به حق نیست، بهتر اینه که تو فتنه شرکت نداشته باشه و اجازه بده که مسئولین امن و کسانی که واقعا شناختی رو فتنه دارن و میتونن اونو خنثی کنن اونا به کارشون برسن. بله، بذارید مسئولین امن یعنی بسیج و نیروی انتظامی هر غلطی خواستن با ملت بکنن ها. دوزار بده آش به همین خیال باش. اگه یادتون باشه چند وقت پیش این امیر پنیر اومد یک دندونی نشون داد و اینطوری قپی اومد. از ابتدای رزمایش که انجام شد، ناو هواپیمابر دشمن که در خلیج فارس بود از همون ابتدای رزمایش زد بیرون از تنگه و در دریای عمان مستقر شده و توصیه میکنیم و تأکید میکنیم بلکه تذکر میدیم که این ناو که در منطقه سابق ایستایی که در خلیج فارس بود و برای ما تهدید هست بر نگردد و ما عادت نداریم تذکرمون رو تکرار بکنیم. حالا هفته گذشته اون ناو طبق برنامه مأموریتش از همون تنگه هرمز برگشت و صدای هیچ غازی هم در نیامد، حتی دریغ از یک تذکر لسانی. ناظران آگاه گفتند که تهدید توخالی سرکرده ارتش نظام یه حرف ناپخته‌ای بود که بیشتر به ضرر صیدلی تموم شد، مثل تهدید این دزد ناشی که حساب بعضی چیزا رو نکرده بود.
اما از این ناشی‌تر تروریست ارشد یعنی پاسدار سلیمانی بود که توی این اوضاع قاراشمیش برای اینکه به بسیجا روحیه بده گفت جنوب لبنان و عراق تحت فرمان ایران هستند. اما اینو گفت و بلا گفت. چنان ریختن سرش که وزارت خارجه نظام مجبور شد تکذیب کنه. خلاصه پاسدار سلیمانی اومد خودشیرینی کنه ولی شر دست نظام داد، مثل این بابا. و حالا میرسیم به یک خبر بدون شهر که رکورد جدیدی در وقاحت و بیشرمی به ثبت میرسونه. بشار اسد جایزه ویژه نویسندگان روسیه را دریافت کرد. اتحادیه نویسندگان روسیه جایزه سالانه خود را به رئیس جمهور سوریه اهدا کرد. سفیر سوریه در روسیه این جایزه را دریافت کرد. اتحادیه نویسندگان روسیه با بیش از 7500 عضو هر سال جایزه ویژه خود را به یکی از فعالان سیاسی یا اجتماعی جهان می‌دهد. البته جا داره که خود این خبر جایزه بزرگترین توهین به شعور بشریت معاصر رو دریافت کنه. این تلاش ها برای حفظ دیکتاتور رو به سقوط سوریه مثل این میمونه که کسی بخواد با هر وسیله ممکن از سقوط آزاد این مرد جلوگیری کنه. حالا توجه شما رو به یکی از دستاوردهای نظام سیدعلی در زمینه محیط زیست برای شهروندان تهرانی جلب می‌کنیم. دی ماه سال 1390 اینجا ایستگاه 2 توچال، هوای پاک تهران و مردم که اومدن برای هواخوری و این هم لایه‌ای از دود بر فراز تهران. خیلی ممنونیم از مسئولین که این لایه اوزون دوم رو برای ما تهرانی‌ها پدید آوردن که پوستمون در زیر اشعه‌های خورشید خراب نشه. در بخش تیوی ریش این هفته قسمتی از یک برنامه آموزشی رو می‌بینیم که در اون یکی از اساتید فن دروغ شیوه‌های حقه بازی و حفظ جون رو آموزش میده. اجازه نداریم صداقت داشته باشیم و بایستی کتمان کنیم و شاید جایز باشه که دروغ بگیم. اینجا رو دیگه میشه دروغ گفت. تو تقیه هستش، یه جایی گرفتار شدی، اعتقاداتت رو، باورهات رو، ارزش‌های دینیت رو باید حفظش کنی. از اونورم حفظ جانت هم واجبه، حفظ ناموست هم واجبه. یه اتفاقی میخواد بیفته و اینجا میای و شما برای اینکه جانت حفظ بشه و ناموست رو حفظ کنی مطلبی رو میگی که بهش اعتقاد نداری. اینها مواردی است که البته کنار اینها یه بحثی هم هست به اسم توریه. این توریه اینه که انسان جواب رو بده منتها چیزی رو قصد کنه غیر از اونی که شما مثلا از من سوال کردی. به خطا انداختن تو دلش یه چیز دیگه باشه. مثلا کسی در به خانه من می آید و صاحب خانه کنیزش رو و غلامش رو دم در میفرسته، میگوید بگو اینجا نیست. حاج آقا خونه است، اینجا نیستن. درسته. شما قصد این نقطه و این مکان رو کردی. درسته. دروغ هم نگفتی. منتها شما تصور می‌کنید که خونه نیست. فقط جهت یادآوری این حضرت شاخان همون مارمولکیه که هفته پیش در مورد افراد دروغگو این حرفا رو میزد. انسان دروغگو فاسق میشه، انسان دروغگو فاجر میشه. انسان‌هایی که صداقت ندارن و انسان‌هایی که زبانشون اعتیاد به دروغ گفتن پیدا کرده، اینها فردای قیامت شبیه میمون و خوک وارد برزخ و صحرای قیامت میشن.
عنوان مشنگ شماره 1 این بار نصیب این بسیجی شاعرنما میشه که داره توی این برنامه با حالتی ملکوتی و روی موزیک متن حرفهایی بلغور میکنه که شما باید در بیارید کجاش به شعر شباهت داره. محکومم به صراحتی شگفت و پیچیده ترین تصویر شعرم باید این باشد که زندگی چیزی است مثل همین جاده، ناچارم آری، چون وقتی سوار شدم که هر 34 صندلی اتوبوس پر شده بود و من به ناچار همین جلو روی این سپایه نشستم و ناگهان دیدم رسالت من این است که تا صبح بلند بلند شعر بخوانم برای راننده عزیز که آرام بخوابند همه آن 34 همسفرم. مشنگ بعدی این جن بوداده است که از شیوه های جدید ضد جاسوسی نظام با کمک گرفتن از اجنه رونمایی میکنه. ولی ذهنخوانی چجور اتفاق میفته؟ عرض کردم اما کسی که سرم رو گنده از سرحال سرکیفه راهش ریاضت نبوده که این اطلاعات داشته باشه. این راه دوم شیطانی که ارتباط با جن داره. این یعنی ذهنخوانی از طریق اجنه؟ بله از طرف جنه. جن چون تو ذهن و دل حضور داره میتونه ذهن منو بخونه. آره اصلا پیام خیلی روشن داره. یک سری عناصر جنی نامرئی هستن که با شما قایم موشک بازی میکنن. خناس یعنی موجودی که قایم موشک بازی میکنه. خب اینا جنود شیطان میتونیم بهشون بله دیگه میگه اینا جنود شیطانی هستن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه. من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت‌ها خواسته استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس، موفق نشده. در پایان میریم سراغ ماشین یک هموطن آبادانی که وقتی آهنگ بندری پخش میکنن دیگه نمیتونه ساکت بمونه.